سلام علیکم خدمت دوستان عزیز. بستوی سلام علیکم خدمت دوستان عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشید در هر گوشه از دنیا که موقعیت دارید. همیشه پرسود باشید. خب دوستان عزیز، جلسه اولی فارکس 2025 است و انشالله که بتونیم در این جلسه یک چند تا نکته را بیان بکنیم. اما قسمی که در جریان هستید، بازار فارکس یک بازاری هستش که ما اونجا میتونیم که خیلی چیزا رو معامله بکنیم و ازش استفاده بکنیم. خب بازار فارکس خوب است که در اول یک ساختار بازار را بفهمیم که بازار فارکس چه قسم یک بازار است و چی معنا میده. اما قسمی که شما در اینجا میبینین، فارکس از دو کلمه تشکیل شده. یکی کلمه اکسش هست و از سه تا اولی به نام فار که از فارن گرفته شده. فارن یعنی خارجی، یعنی بیرونی، یعنی بیگانه. و اکسش هم از کلمه اکسچنج یعنی تبادل یعنی اکسچنج یعنی تبادل، یعنی خرید فروش، یعنی تبدیل کردن. خب فارکس یعنی تبادل ارزهای خارجی در مقابل هم منامته. یعنی ما میتونیم که یک ارز در مقابل یک ارز دیگه تبدیل بکنیم و هم قسمی ازش استفاده بکنیم. و مثلا یک مثال بزنم برای شما که شما فکر کنید که یک تجار ژاپنی میایه به آمریکا و میخواد یک مقدار جنس را از اونجا خریداری بکنه و او میتونه که از طریق بازار فارکس یعنی خودش به دلار تبدیل بکنه و از آمریکا، از اونجا مثلا یک مقدار جنس خریداری بکنه و ببره در ژاپن. و اما قسم تماما کشورهای دیگه ای که میتونه پولای خودشان تبدیل به ارزی دیگه بکنه. مثلا یک مثال بزنم، اگر ما و شما قرار باشه که هند بریم از افغانستان، ما روپی هندی را یا ما پول هندی را میخریم به خاطر که اونجا ما پول هندی لازم داریم. میریم در کجا؟ اگر در کابل باشیم سرای شاهزاده میریم، اگر در مزار باشیم کفایت مارکت میریم، روپی هندی را نظر به نرخ بازار میخریم و اونجا که رفتیم از او استفاده میکنیم. یا مثلا یک شخص میخواد که بره کجا؟ ایران بره. ایران که رفت و اونا میرن در وقتی که نیمروز رسید یا به هرات رسید، اونا مو پیسه خودشان تبدیل به تومان ایرانی میکنه و تومان در داخل ایران میتونه که برای از اونها استفاده بکنه و یک چیز بخرن و یک جای مثلا هتل بگیرن یا تمام نیازهای دیگه که داره از او استفاده بکنه. و فارکس همین قدر معنا میده که ساختار فارکس قسمی هستش که یک سری بانک های کلان اونجا هست و او بانک ها این پروسه را انجام میده به شمول که نوشته کرده بانک های کلان. بانک ها پشت سر بازار فارکس است و تمام معاملات سنگین هم بانک ها انجام میده. و این بانک ها مثلا ما در داخل حساب خود یا تو یا یک کسی دیگه یک مقدار پول دارم، میریم کشور خارجی، قبلا مثال زده بودم، میریم در بانک پول خود اونجا داریم مثلا در حساب خود، از اونا درخواست میکنیم که آقا تو برای ما به جای افغانی دلار تحویل بدی یا به جای افغانی برای ما مثلا یورو تحویل بدی. اونا نظر در نرخ روز برای تو تبدیل میکنه و تو میتونی که از اونها استفاده بکنی. تماما بانک ها پشت سر بازار فارکس هست، از خرد تا کلان اونا معامله میکنن. باز بعد از او بانک های کوچک است که میتونه که صدها بانک کوچک باشه یا هزارها بانک کوچک باشه پشت سر بازار فارکس. و بانک های کوچک قسم که گفتیم بعد از او بروکرها هست که هر بروکر که هم قسمی که اینجا آمده، هر بروکر میتونه که خیلی بانک های زیادی را داشته باشه پشت سر خود و اونها را نقدینگیشان پروواید بکنه و از او بانک ها، از او بروکرها حمایت بکنه. و بعد از بروکرها هم قسم که میبینی آی بی ها میه، کسایی که بروکرها رو به مردم معرفی میکنه آی بی هستن، مثلا نماینده میگن، نماینده بروکر میگن، یا کسی که چی میکنه او با او بروکر رو به مردم معرفی میکنه. و بعد از آی بی بگویم یا بعد از بروکرها بگویم،
ما تریدرها هستیم، کسایی که ترید میکنن. اینجا میبینین که تریدرها هستن و تماما کسایی که تریدر هستن از طریق بروکر، بعضشان هم از طریق مثلا آی بی همون نماینده بروکر در بروکر وصل میشه و بروکر هم قسمی قبلا هم گفتیم پشتبانی هر بروکر بانک است، میتونه که بانک های زیادی باشه و او بانک ها هم هر کدامشان هم همون قسم زنجیره‌ای به یکی خود وصل هستن و ما را وصل میکنن در کجا؟ در بازار اصلی فورکس که از طریق بانک ها وصل میشیم. و یک چیز بگوییم که تماما معاملاتی که در بازار فورکس انجام میشه گفتم میتونم که شاید چی که مطمئنا گفتم میتونم که بالای 80% بانک ها مدیریت میکنه و این بانک ها هست که قیمت یک ارز کنترل میکنه در مقابل همدیگر و بروکر یا بگوییم که تریدر و قدر زیاد قادر به این نیست که اونا خودشان بازار بر اساس عرضه و تقاضای خودشان اینا را بالا پایین بکنه. مثلا مثال میزنیم ما یک خط داشته باشیم که 50 تریدر این طرف باشه و 50 تریدر دیگه هم این طرف باشه. اگر ای 51 شوه و ای 49 شوه بگوییم که مثلا بازار به طرف خرید میره و اگر ایش 51 شوه دیگه 49 شوه بازار به طرف فروش میره. او قدر زیاد تریدرها در این بازار نمیتونه که بازار تغییر مسیر بده و تماما بانک ها هستش که اونا بازار مثلا یا دیسکاری میکنه یا بازار به طرف بالا ساق میده یا به طرف پایین، او دیگه مربوط بانک ها میشه. و ما چیزی که لازم داریم و چیزی که باید در این بازار فورکس مد نظر داشته باشیم یه که باید با همون بانک ها همسو شیم و اگر بانک ها بخواهد که یک ارز مثلا بالا ببره ما باید با جهت با بانک ها مثلا معامله خرید داشته باشیم. اگر بانک ها بخواد که مثلا یک نرخ یک ارز یک چیزی را پایین بیاره قیمتش، ما باید با بانک ها هم جهت باشیم. این نباشه که مثلا بانک ها بخواد یک چیز را رشد بده و ما او رو بخوایم که مثلا پایین بیاریم و بانک ها اگر بخواد یک چیز را پایین بیاره ما او رو بخوایم که دوباره بالا ببریم. این امکان پذیر نیست، به خاطر که ما قبلا هم گفتیم 80% بازار بانک ها کنترل میکنه و بعضی موقع شاید بگیم حتی 90% بانک ها دیسکاری میکنه، کنترل میکنه و ما تریدرها هیچ شاید شما بگید که مثلا بعضی تریدرها $1 میلیون، $2 میلیون، $10 میلیون، $5 میلیون داره، زیادتر داره، کمتر داره. نه، بازار فورکس یک بازار پرحجم است، هیچ وقت تریدرها نتونسته که یک طرف سوق بده. خب اما قسمی که فهمیدیم بازار فورکس چه قسم کار میکنه و برای چی ساخته شده و اینجا ما یک چیزی دیگه داریم، یک تصویر دیگه ما آوردیم برای شما مزایا و معایب فورکس برای شما خوب است کمیال بگویم. مزایایی که فورکس داره هم خوب است و معایبی که داره هم باید مد نظر بگیریم. این هم مزایا که کاربردی است، بله تایید میشه کار میکنه، ولی هیچ وقت غیر کاربردی گفتن نمیتونیم. کسی که تریدر شه واقعا کاربردی است. قابلیت دسترسی است، بله با کمک اینترنت قابلیت دسترس است. هر جایی که ما باشیم اینترنت باشه همونجا ما میتونیم به بازار فورکس متصل شیم. البته بعضی بروکرها بعضی بانک ها مثلا میگه که شما نباید با فلان آی پی وارد شید یا فلان. بعضی کشورها که تحریم است اونا بخش جدا است که البته برای از اونا روش های خاصی وجود داره. پشتیبانی از اهریم است، بله از اهریم هم پشتیبانی میکنه. یعنی چی اهریم؟ یعنی همو لیوریج. یعنی ما اگر بر مثال از لیوریج استفاده بکنیم، کسی که بر مثال بگویم $1000 داشته باشه میتونه که را ضرب در مثلا ضرب در 500 بکنه و ازش استفاده بکنه در معاملاتشون. این قابلیت در اینجا وجود داره، میتونیم ما شما از اهریم استفاده بکنیم. و بخش دیگه ای که هست نقدینگی است. بله نقدینگی داخل بازار فورکس به شدت زیاد است و هر قدر نقدینگی که در اینجا بگوییم در هیچ بازاری بالاتر از نقدینگی فورکس تا فعلا وجود نداره و نقدینگیش واقعا زیاده. درآمد دلاری داری، بله درآمد دلاری داخل بازار فورکس هست و که مثلا گفتم میتونیم که ما اگر درآمد دلاری داریم ضررهای دلاری هم داریم. ما تنها بر درآمد نباید فوکس بکنیم، ضررها رو مد نظر بگیریم. من مثال بزنم، شما فکر کنین که یک شخص
در افغانستان مثلا روز 1000 افغانی کارگر هستن، یا 2000 یا 10000 یا 20000 یا مثلا 300 افغانی که کارگر ساده هست. در بازار فارکس اگر باشی، اگر بتانی در یک استراتژی در یک جایگاهی برسی و خودت به اون مرحله برسانی که واقعا یک تریدری سودساز شوی، واقعا درآمد خوبی است. شما مثال بزنید، ما به شما بگویم که اگر شما $1000 $1000 اگر دوی فارکس آید بکنین، فعلا دلار تقریبا 80 است، یعنی 80,000 افغانی را شما فعلا با $1000 گرفتید. درآمد دلاری است، یعنی دلار یک مقدار داخل افغانستان قیمتشان خوب است. خب جدا از مزایای بازار فارکس، ما اینجا یک مقدار معایب هم داریم که بله نوسانات خیلی بالا هستش. نوسانات بالا بعضی وقتا اگر کسی مبتدی باشه، کسی که تجربه غافلگیر شدن به نوسانات بالا نداشته باشه، امکان داره که به اون نوسانات یک مقدار گیر بیفته و یک مقدار ضررهای سنگین را تحویل بده و نوسانات واقعا در بازار فارکس زیاد است. و بعد از او ریسک احرام است که ریسک احرام بله همون قسم که احرام ما در اونجا خوب گفتیم، در اینجا احرام بعد است. شما بر مثال یک شخص $1000 سرمایه داره، ایره میاره مثلا ضرب در 1000 میکنه، احرام میگیره. شما فکر کنین که چقدر تقریبا $1,000,000 کمتر زیادتر ما اینجا در اختیار داریم و اگر ای را ما مدیریت نتونیم، امکان داره که ما $1000 خود در یک ثانیه بگوییم یا در یک دقیقه بگوییم یا در یک تایم بسیار پایین بگوییم و دست بتیم و باید که احرام کنترل بکنیم. پیچیدگی زیاد است، واقعا داخل بازار فارکس پیچیدگی خیلی زیاد است. یعنی با دیدن یک کندل مثلا سبز یا با دیدن یک کندل سرخ هیچ وقت بازار بر نخواهد گشت و باید که پیچیدگی رو مد نظر بگیریم. استراتژیک پیدا میکنیم یا تحلیل که یاد میگیریم، باید تمام جنبه هایش مد نظر بگیریم و بعد از اینکه حتی اونا را یادم گرفتیم، بازم بازار فارکس واقعا خیلی پیچیده هست و ما امکان داره که حتی با داشتن آموزش هم نتونیم که در اون بازار بعضی وقتا موفق باشیم. این نیاز به تجربه داره که حداقل بالای 2 سال 3 سال 4 سال، بعضی کسایی که کیش پایین است پشت کار کمتر داشته تا 7 سال باید پشت کار داشته باشه تا اینکه پیچیدگی بازار فارکس درک بکنه. هزینه های تراکنش داری، بله هزینه های تراکنش هست وقتی که ما معامله میکنیم، سواب هم میگیره، کمیشن هم میگیره و در زمانی که پیسه خود میخوایی که بیرون کنی، بعضی بروکرها یا بعضی پراپا بگویم هزینه نقل و انتقال پول میده برایشان، بعضیشان هم 3% است، بعضیشان هم کمتر است، بعضیشان زیادتر است، بعضیشان هم رایگان برای شما نقل و انتقال پول میده که او بستگی به همو بروکر یا همو بانکی داره که شما همراهشان هستین. بخش تحریما است که خوشبختانه در کشور ما و شما افغانستان فارکس تحریم نیست و شما میتونید که در تمام بروکرها حساب باز بکنین و امرشون معامله کنین. البته بروکرای هم هست که افغانستان هم مورد تحریم تایید کرده، گفته که افغانستان هم تحریم باشه و ما در اونجا افغانستان خدمات نمیتیم، ولی که گفته میتونن که 80% به افغانها خدمات میده، ولی بخش تحریمش مربوط کشور ایران میشه که اونا بیشتر تحریم هستن و اونا هم یافتن طریقش با وی پی ان وارد میشن یا با یک سایت های وارد میشن یا با بروکرای وارد میشن که به ایرانی ها خدمات میتن. کدام محدودیت خاصی در این بخش وجود نداره. و یک نکته دیگه ایره که باید بگوییم که بله وقتی که بازار فارکس شما آمدین باید بگوییم که با کسای سر و کار دارین که کلا میبینین که آدمای چیز نیست، آدمای ضعیف و ساده ای، آدمای بی تجربه و کم دانسته نیست. با کسای طرف هست که کلا تماما سیستم خودشان جور کردن، یا کسایی هستن که رئیس بانکن یا کارمند بانکن یا تماما بانک پیش از اون هست، تماما پلای کلان پلای اسمارت پلای زیادم پیش از اون هست و اونا بازار هر طرف سوق میته و ما تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که ما بتانیم همراه بانک ها هماهنگ داشته باشیم و هم جهت باشیم، مطمئنا به یک آدمای بسیار نابغه و
با تجربه و کارکشته طرف هستیم. هیچ وقت با یک آدمای ضعیف و کم جرأت و مثلا باختگی طرف نیستیم. تمام اونا گفتم بهتون گرگ های بازار هستن و ما با کسایی بر طرف هستیم که واقعا استادن. و همین میتونم که دیگه بخش بگویم. بخش دیگه ای که در ذهن ما میرسه ای که بازار فارکس چقدر حجم داره. بله، حجم بازار فارکس خیلی زیاد است. میبینید که روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله میشه، این تراکنش میشه، نقل و انتقال میشه از یک حساب به حساب یا از یک بانک به یک بانک دیگه و این واقعا خیلی است. یعنی 6.6 تریلیون دلار خیلی است که فعلا ارزهای دیجیتال تمامی ارزهای دیجیتال تمامی حجم مارکت 3.5 تریلیون دلار است و میبینین که این تنها در یک روز 6.6 تریلیون دلار معامله میشه و در این نتیجه میرسیم که بله، حجم بازار فارکس واقعا زیاد است. اما قسم که اینجا مثال زده گفته که اینی قدر برابر با برج شارت است و اینی قدر برابر هم یک بیادر ایرانی متن ساخته بوده و اینی قدر برابر هم با تولید ناخالص سالانه بریتانیا است و اینی قدر برابر هم با سرمایه جف بزوس است. 35 برابر سرمایه از او در یک روز اینجا تبادله میشه و 13 میلیون برابر درآمد روزانه سرانه بریتانیا است که 13 میلیون بار واقعا زیاد است و 7.9 برابر ارزش بازار ارز دیجیتال در زمان اوج. خب فعلا بازار ارزهای دیجیتال تقریبا نیمی از این حجم روزانه فارکس به خود اختصاص داده و البته با بازار فارکس نمیتونه این ارزهای دیجیتال حجم خود به زودی ها مقایسه بکنه که اصلا مقایسه کردنشون هم اونقدر زیاد منطقی نیست، به خاطر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا هست و در داخل بازار فارکس ما تمام چیزایی را داریم که واقعیت است. مثلا اونجا ما تصویر بعدی برم. بله، بازار فارکس، چیزایی که ما داخل بازار فارکس میتونیم معامله بکنیم خیلی چیزای زیادی است. اما قسمی که میبینین جفت ارزها را، مهمتر از همه همینا از جفت ارزها است، مثل دلار در مقابل دلار آمریکا در مقابل پوند انگلیس یا یعنی ژاپن در مقابل دلار یا هر ارز دیگه ای که هست، هرچند پولای کشورهای جهان سوم داخل بازار فارکس لیست نیست و ما هیچ وقت نمیتونیم که از طریق بازار فارکس پول افغانی خود تبدیل به دلار بکنیم یا مثلا در اونجا بتونیم که از نوسانات افغانی استفاده بکنیم یا از نوسانات تومان. شاید تومان در داخل خود کشور خودشان یک مقدار چیزا داشته باشه، شاید افغانی هم در اینجا یک مقدار بازارهای داشته باشه که اونها خرید فروش بکنن آنلاین، ولی بین المللی نیست. یعنی یک آفریقایی نمیتونه که در مقابل پیسه خودش پیسه افغانی رو معامله بکنه چون لیست نیست و ما اصلا داخل بازار کشورهای جهان سوم نیست. کشورهای جهان اول هستن، کشورهای مثل اروپا هست. اروپا هم یوروشون مهمتر از همشون. بخش اروپا کشور انگلیس است که پوند در بافته داره، کشور سوئیس است که فرانک در بافته داره و مثل استرالیا و کانادا و این کشورها داخل بازار است. حتی گفتم میتونید که پیسه چین و روسیه هم اونقدر زیاد کاربرد زیاد نداره. بخش کالاها میشه که در این بخش خیلی ها گفته بودن که البته بروکری که ما استفاده میکنیم ازش او گزینه ها رو نداره. میتونین که شما در اینجا پلاتین معامله بکنین، میتونین که تیل و گاز معامله بکنین که داره، از ما هم داره، همه بروکرها اینا رو داره. دیگه اینجا گفتن که شما میتونین که گندم معامله بکنین، شکر معامله بکنین، مثلا روغن و اینا رو معامله بکنین. بله، بعضی بروکرها بعضی از اینا رو هم داره که شما میتونین که در اونجا مثلا گندم معامله بکنین، از نوسانات گندم استفاده بکنین و خرید فروش بکنین، مثلا تون است یا بالاتر از تون است میتونین که از اونجا معامله. در داخل بازار فارکس بله ارزهای دیجیتال هم میتونیم معامله بکنیم، ولیکن بستگی به بروکر داره که کدام بروکر ما قبلا اینجا گفتیم، درست است، در صفحه اول بروکر گفتیم اینجا بروکر است و کدام بروکر ارزهای دیجیتال میتونه که سپورت کنه که تریدرها او ارزها رو معامله بکنه. بستگی به بروکرها داره. معمولا ارزهای که تاپ است و هات است اینجا هست، مثل بیت کوین و ایتریوم و
XRP و بعضی ارزهای دیگه در اونجا هست، ولی مثل ارزهای شیت کوین و میم کوین اینا وقت زیاد داخل فارکس نیسته. بعد اوراق قرضه هست در این بخش که او بازم مربوط کشورهای جهان اول میشه که شما اوراق قرضه اونها رو میتونید خرید چی کنید معامله بکنید، از نوساناتشون استفاده بکنید که البته از نوسانات نه که از چیز خرید و فروش یا سهمگیری در یک بخش باشه که اونا مربوطی بعضی بروکرها میشه و همهشان در اون بخش نیسته. بخش سهام است، سهام که میتونید معامله بکنید داخل فارکس. سهام تمام کشورها سهامایشان نیست، بعضی کشورهای محدود است، از جمله آمریکا هست، از جمله کشورهای اروپایی یک چند تا هست، سهام ژاپن است و همو ارزایی که در فارکس هست سهامای همو کشورها هم در اونجا هست. و ما بگوییم که سهام ترید کردن بسیار دشواری های خاص خود داره و او تقریبا گفته میتونیم که مثل این است، مثل ارزهای دیجیتال و سهام اینا که هست بخش جدا هست و ما هیچ وقت جفت ارزها را با سهام ها مقایسه نمی کنیم. اصل جفت ارزها خودشان اصلیت فارکس از اینا تشکیل میشه و اینا پس ها آمدن مثلا ارزهای دیجیتال هم آوردن، سهام ها رو آوردن، مثلا بعضی چیزا شاخص ها اینا رو آوردن که اینا باز از خود فاندامنتال بگویم یا تکنیکال یا بعضی موارد خاصی خود داره. کسی که مثلا سهام ترید میکنه باید خودی همون سهام بره و حتی او را هم بررسی بکنه و نکته های مد نظر بگیره که نیاز به تجربه زیادی داره. یعنی حداقل گفته میتونیم که بعد از اینکه فارکس یاد گرفتین و اونا در کلاس های بالا گفته میتونم که روی سهام معامله میکنین. خب است که یک بار ما روی متا تریدر 5 بریم و اونجا هم یک مقدار بررسی داشته باشیم که کدام ها کجا هست و چه قسم هست. بله، همون قسمی که اینجا میبینین ما قبلا صحبت کردیم که داخل فارکس ما میتونیم خیلی چیزا رو همون قسم معامله بکنیم و ما از نقطه به علاوه یا همون جمع کلیک میکنیم. در اینجا شما میتونید که تماما ارزهایی که در اونجا لیست هست و بروکر ما او را سپورت بکنه، یعنی ما او را میتونم که اینجا جستجو بکنم و از استفاده بکنم. مثلا ما یورو یو اس دی رو میارم. یورو یو اس دی قبلا لیست هست میگه در واچ لیست شما. ما جی بی پی یو اس دی جی بی پی یو اس دی رو میارم. اما قسمی که میبینین در این بخش ما در بخش واچ لیست خودی ما چند تا عرضه گرفتیم که مهمتر از همه طلا هست و طلا را بعضی وقتا معامله میکنیم. البته نظر به اینکه کدام ناحیه ها ما او را پیدا میکنیم و کجاها تحلیل ما نتیجه میده، همونجا ما ازش نوسانگیری خود کردیم. او بستگی به استراتژی خود شخص داره. و بعد از او طلا ما اینجا نقره را هم واچ لیست گرفتیم به خاطر از اینکه طلا و نقره در خیلی جهات هم جهت است و بعضی وقتا نقره و طلا هم جهت نمی باشه و اونا باز در انشالله در جلسات بعدی روی صحبت خود کردیم که دیگه یعنی نزدیک گرفتیم که یک سهام آمریکا هست و ای هم نوسانش هم بد نیسته، سود و زیانش هم بد نیسته. و سومی که چهارمی یورو به دلار هست. شما میتونید که همون قسمی که در قبلا روی تصویرها ما گفتیم اگر در مقابل اگر زی خرید فروش بکنین که میبینین که در روی تایم فریم روزانه هستیم و یورو کلا قسم ریزش کرده و اگر ما بر مثال میتونستیم که یک مقدار یورو را در مقابل دلار بفروشیم، اینجا ما اگر از اول روز شارت میگرفتیم تا امروز تا فعلا تقریبا $60 روی 0.1 لات یورو برای ما کمایی میشدن، ولی استراتژی ما این فعلا سیگنال نداده بود که ما این کار میکردیم و تا ببینیم که یک جایی پیدا شود که ما مطمئن تر باشیم اونجا خود ورود کردیم. دیگه هم قسم پاوند داریم که اینا رو هم قبلا ما اونجا گفتم که پاوند اینجا هست و تمام ارزهای دیگه که اینجا هست ما میتونیم که بررسی بکنیم که از این ناحیه ما برای شما تگما رو بگیرم. میبینیم که ما بخش فارکس داریم، درست است؟ چون قبلا روی فارکس گفتیم که
وقتی بخش فورکس ما کلیک بکنیم، تمام ارزهایی که بروکر ما پروواید میکنه در اینجا لیست است. میبینید که AUD USD است، AUD کات است، ببخشید ما چی روی نشان بدم. AUD کات است، یعنی دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا. شما میتونید واشتتون اضافه بکنید، مثل دلار استرالیا در مقابل CHF یعنی فرانک سوئیس و دلار استرالیا در مقابل GPY یعنی ژاپن، و AUD NZD دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزلند. و همون قسم که پایین بریم تماما دیگراشون هم اینجا هست که میتونه شما هر کدامشه که بعداً رویش فوکس کردین و تمام سیاست های بانکی اونا را، تمام سیاست های اقتصادی اونا را یاد گرفتین، باز میتونین که اینا را چی کنین، واش لیست اضافه بکنین و معامله بکنین. بر مثال اینجا بگویم برای شما که زیاد ارزها هست ولی تمام اینا ارزش ترید کردن روش نداره، به خاطری که استراتژی پیدا کردن روی هر کدام از اینا کار دشواری است. و میبینین که ما نمیتونیم که هم سیاست های پولی و بانکی و اقتصادی یورو رو بررسی بکنیم، هم از پوند بررسی بکنیم، هم از دلار استرالیا رو بررسی، هم از کانادا رو، همه‌شان نمیتونیم. ما فقط اون چیزایی که تاپ است و زیاد رویشان معامله انجام میشه و سیفتر است، روی اونا فوکس میکنیم، روی همگیشون فوکس نمیتونیم، به خاطر از اینکه اونا فوکس کردن نیاز به یک تیم ذره داریم بگیم، یا حتی بگیم که یک تیمی باشه که هر کدام هر کس به وحده بگیره و یک شخص قادر به این است که روی همه ارزا تسلط داشته باشن. و البته تنها تکنیکال هم روی اون موضوع نتیجه نمیده که حتما تکنیکال یاد داشته باشی، میتونی که روی هر ارز ترید بکنی. فاندامنتال بسیار مهم است که باید مد نظر بگیریم. قبلا بعدا ما ان شاء الله در اون مورد بحث خواهد کردیم. و اینجا میبینید تمام ارزهایی که هست در اینجا لیست شده و میبینید که شما از اونا واش لیست بگیرید و اگر تکنیکالش، اگر فاندامنتالش، اگر یا بگوییم تکنیک هایش پیدا کردین، باز میتونید که استفاده بکنید. دیگه چیزی که داره بخش کامودیتیز که قبلا اونجا گفتیم، و بخش ایندکس داره که ایندکس هم قبلا گفتیم، بازم یک مرور می داشته باشیم. میبینید که شما اینجا S&P 500 دارین که اینا همون تاپ هایشون، البته اول نزدک است، بعد از S&P 500 داریم، بعد از S&P 500 ما داو جونز داریم اینجا است. دیگه اینا چیایی هست که سهامایی هست که شما اگر خواستین باز برین رویشان تمرکز کنین، در مورد او سهام معلومات بگیرین و کلیک های او سهام پیدا بکنین، کاربرد او سهام و تماما چیزایی که داره. باز در اونجا شما کسایی که خواستن که روی اون معامله بکنن میتونید معامله بکنین. بخش کریپتوکارنسی را داریم که بستگی به بروکر شما داره که کدام بروکر کدام کریپتوکارنسی را برای شما میتونه که بیاره و شما از روی چارتش معامله انجام بدین و از اونجا خرید و فروش بکنین. CFDش البته خودشان دیگه نمیتونین معامله بکنین چون که داخل ارزهای دیجیتال و داخل صرافی ها برین مثل بایننس و کوکوین و مثلا کوین بیس از اینا اونجا معامله بکنین. ولی اینجا ما همون CFDش معامله میکنیم، همون چی بگویم که از نوسانش چارتش خرید فروش میکنیم، قیمت خرید فروش میکنیم. در اینجا از جمله XRP است، لایت کوین است، لینک است، اتریوم است و دوج است. مهمتر از همه بیت کوین است که اینا واقعا اینجا هست، میتونید معامله بکنین. ما بیت کوین در واش لیست هم میکنیم همراه XRP همراه اتریوم. بله اینا رو میریم قیمتاش سعی میکنیم. بله بیت کوین روش کلیک میکنیم که فعلا قیمتش تقریبا نه که معلوم است که یک لگو $2520 است و در داخل از این بروکری که ما تایم فریمش باز شده از اول روز تا امروز تا فعلا رشد کرده و همین قسم در حالت رشد است. و میبینیم که ما اگر تایم فریم ماهانه را بیاریم تماما بیت کوین در حالت بالا رفتن است و امکان داره که یک مقدار پول بک بزنه تا یک ناحیه های. میبینی که از کجا بوده، از زمانی داخل از بروکر ما لیست شده بوده که قیمت بیت کوین $30,300 بوده و کمی ریزش کرده و همین قسم اینا باز CFDش آوردن یا
قیمت اینجا آوردن و شما میتونید که از او نوسانگیری بکنید. البته شما به این معنا نیست که اینجا شما یک دونه بیت کوین بخرین و بعدا بتونید بیت کوین ویدرا بکنید. شما فقط قیمت اینجا میتونید که معامله بکنین. اگر خواستین که بیت کوین بخرین و هولد بکنین یک جای، باز او زمان میتونین که برین داخل صرافی ها بیت کوین بخرین و میتونین که با داخل کیف پولتون هم انتقال بتین. دیگه یک سال پی است قبلا هم روی صحبت کردیم، غوغا بپا کرده که میبینین که واقعا بسیار نوسانات عجیب. و یک نکته را من خواستم همینجا اضافه بکنم که معامله کردن ارزهای دیجیتال در بروکرها هزینه سنگین داره. درست شد؟ یعنی اون مقدار کمیشن بگیم یا اون مقدار فی که شما در داخل مثل بایننس مثل اتریوم معامله میکنین، او کمیشن از شما اینجا بالا، این اسپرد اینجا نسبت به اونا بالا هست و خوب است که شما این ارزها را اگر میخواین معامله بکنین در داخل خود همون صرافی ها معامله بکنین، نه یا این داخل بروکرها. یک بخش که خوب نیست این معامله کنین. بخش دوم، شما اینجا اسپات خریدن نمیتونید، کلا فیوچر است، شما نمیتونید. قبلا هم گفتم. و دیگه یکی خود ارزهای دیجیتال با فارکس اصلا جدا یک بازار است، یک بازار جدا هست. درست است که اینا هم چارت داره، اینا هم کندل داره، اینا هم نوسان میزنه، فارکس هم همین قسم است، نوسان میزنه، تحلیل تکنیکالشان هم شاید سر بخوره ولی فاندامنتالشان سر نمیخوره. دلار آمریکا اگر قدرت بگیره امکان داره که طلا و مثلا بعضی ارزهای دیگه ریزش بکنه، ولی داخل ارزهای دیجیتال این رقم نیست. دلار اگر قدرت بگیره این به این معنی نیست که حتما بیت کوین ریزش میکنه، به خاطر از اینکه بیت کوین فاندش جداگانه است، تحلیل جداگانه است، کاتگوریش جداگانه است و اینا را با طلا و بیت کوین یا مثلا با یورو و بیت کوین ما هیچ وقت نمیتونیم که بگیم که اگر طلا ریخت بیت کوین هم میرزه، اگر مثلا یک ارز دیگه میرزه. اینا کلا فاندامنتالشون فرق داره، فاندامنتالشون بستگی به مو سیستمشون داره، بستگی به مو شبکهشون داره، بستگی به مو بلاک چینشون داره، بستگی به مو تیم پشتیبانیش داره که اونا خودشان باید اونا را به مردم از طریق صفحات ایکس شون، چه پیج ایکس شون، از طریق یوتیوبشون، از طریق تلگرامشون، از طریق امو تیمی که داره، اونا باید کارایی بکنن که بیت کوین یا مثلا اتریوم یا ایکس آر پی را به قیمت برسانه، به ارزان برسانه که اونا بس هر کدامشون از خود یک بخش خاص خود داره و نمیتونیم که ما او را با فارکس همجهت کنیم. بنابراین ما میتونم که تماما ارزهای دیجیتالی که ما اینجا چی کردیم و باش لیست گرفتیم حذف میکنم و برای ما هیچ لازم نیست، به خاطر اینکه گفتیم تماما کاتگوریشون، تماما کارشون فرق میکنه. و چیزی که ما واش لیست داشتیم کدام بود؟ همین 4 تا اول بود. ما پاوندم حذف میکنیم به خاطر اینکه استراتژی پاوند ما فعلا و قدر زیاد همراهش نیستیم، اخبارش رو تعقیب نمیکنیم. 4 تا طلا هست و همون قسمی که میبینین طلا سر تا سر سعودی بوده و از زمانی که طلا اینجا بودیم ما در این ناحیه که فعلا هستم $842 از زمانی که غزه با اسرائیل جنگ کردن میبینین که کلا طلا همین قسم آمد بالا 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 تا امروز طلا در سقف است و همین قسمی بالا رفته رسته. و کسی که مثلا گفته میتونم که اگر در این ناحیه در زمانی که جنگ چی بودن، جنگ غزه و اسرائیل در گرفتن کسی میخریدن تا امروز اگر 10 اونس میخریدن تقریبا $9,300 روی سود بودن، اگر زیادتر میخریدن که زیادتر در سود بودن. روان سعودی است، کلا روند طلا بعد از همون جنگ ها سعودی شد. و یک چیزی هم بگویم که هر قدر ناامنی و غوغا بی‌نظمی در دنیا زیاد باشه، طلا و نقره اینا ریسک هستن و اینا بالا میرن و هر قدر که امنیت و آرامی و خوشی و اقتصاد و اینا باشه اینا پایین میاد. البته این معنا نیست که ما در خانه خود خوش باشیم و مثلا در کشور خود امنیت داشته باشیم. امنیت سرتاسری در کل دنیا باشه و جنگ نباشه
تهدید نباشه، یا نباشه با طلا ریزش میکنه، به خاطر که مردم ترجیح میده که کاروباری بکنه، یک امیدی به این زندگی باشه. و هر قدر که ناامنی زیاد شد مردم میگه که خب یک مقدار طلا داشته باشیم، شاید که اگر بمیاد تو انفجار کرد از ما کسی به جا بمونه و از او استفاده بکنه. یک مثال است، البته بستگی به تمام عوامل داره که ما شما در ویدیوهای بعدی انشالله روی از اینا صحبت خواهد کردیم. خب جمع میکنیم که امروز ما چی را مورد بررسی قرار دادیم. جمع بندی است که ما فارکس را فهمیدیم که فارکس چه رقم یک بازار است. از دو کلمه گرفته شده، فارکس فارین یعنی خارجی، تبادل ارزهای خارجی در مقابل همدیگر، اکس یعنی این اکسچنج. و پشتبان از فارکس ما در بازار فارکس چه قسم وصل میشیم؟ از طریق بانک ها وصل میشیم، از طریق بروکرها ما در بروکر حساب میسازیم، بروکرها به ما در بانک ها حساب میسازه، بانک با بانک معامله، و ما هم قسمی در بازار کلان وصل میشیم. این آی بی چی است؟ آی بی همون نماینده بروکر که ما را به بروکر به چی به بازار چیز معرفی میکنه، به بروکر به ما معرفی میکنه. مطالب ما آی بی فارکس خواندیم که تمامش ما قبلا بررسی کردیم، گفتیم که با کیها طرف هستیم، با آدمای نخبه، با آدمای استاد، با آدمای کارکشته، با آدمای تجربه دار، با کسایی به طرف هستیم که اونا نابغه های دنیا گفته میتونیم، حتی به خاطر که بازار فارکس یک بازار مشکلی است و کسی که در این بازار خود استاد میگیره او نابغه است. حتما که نه، ولی در این بخش ها ما نابغه داریم، ولی اینا هم استادای همین بخش است گفته میتونیم. حجم معاملات فارکس گفتیم در یک روز 6 تریلیون دلار است. گفتیم برابر با چقدر کدام شرکت ها و کدام پولای دیگه میشه که خیلی حجم خوبی داره، حجم زیاد داره. و گفتیم که داخل بازار فارکس چهار معامله میکنیم: ارزهای دیجیتال، کالاها، جفت ارزها، اوراق قرضه، سهام، شاخص ها، اینا رو بتونیم که معامله بکنیم. و دیگه ای که اینا را بررسی کردیم که کدام ها را ما اینجا میتونیم گفتیم بخش فارکس داریم، کامودیتی داریم، هم کالاها، ایندکس داریم، هم سهام ها و کریپتوکارنسی داریم، یعنی همو ارزهای دیجیتالی که چند وقت شده غوغا بپا کرده، البته هیچ وقت نمیتونن جای فارکس بگیرن. خب این بود جلسه امروز. انشالله که در جلسات بعدی اما قسم پیش بریم. و باید بگویم در آخر جلسه که ما انشالله اگر نصیب بود این دوره ها را ادامه خواهد دادیم و تا زمانی که روی بخش تحلیل برسیم، بخش معامله برسیم، سود و زیان بررسی بکنیم، استراتژی معرفی بکنیم برای شما که از کدام استراتژی استفاده بکنین و سود بکنین. دیگه تمام تکنیک های داخل چارت هست، اونا را کلا ما شما مورد مرور قرار بدیم و انشالله که سودمند واقع شود. و خیر و سلامت باشین. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپارم.